سرخط خبرها. پروازها میان تاجیکستان و قزاقستان بیشتر میشوند. فعالان و مفتشان در یک نشست آنلاین از حادثه های خاروق گفتند. نام کارخانه های دولتی قرضدار اعلان شد. درود بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و با ما هستید. امروز 20 اپریل است و نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنم. تعدادی پروازهای منتظم بین قزاقستان و تاجیکستان زیاد کرده می شود. در این باره پایگاه خبری کپیتال کاز با استناد به خدمات مطبوعاتی کمیته اویاسیون شهروندی این کشور اطلاع داده است. همین طور شرکت هواپیمایی تاجیکستانی سامون ایر از 25 اپریل تصمیم گرفته است که شمار پروازها از دوشنبه به الماتو را در یک هفته با هواپیماهای بوینگ 737 و از یک پرواز قبلی به 2 پرواز افزایش دهد. شرکت هواپیمایی قزاقستان از 1 می تصمیم گرفته است که شمار پروازها بین دوشنبه و الماتو را از 1 تا 3 پرواز در یک هفته و از 1 ایون از 3 به 4 پرواز در هواپیمای A320 زیاد کند. همین طور پروازها بین دو کشور هفته 6 مرتبه انجام خواهد شد. پروازها با رعایت قطعی طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی و طبق جدولی در سایت های شرکت های هواپیمایی نشر شده انجام داده می شود. فعالان بدخشان و مفتشان دادستانی کل تاجیکستان 19 اپریل در یک نشست آنلاینی درباره حادثه های ماه نوامبر سال گذشته در خاروق صحبت کردند. خوجامری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت حدود 10 خبرنگار در نشست حضور داشتند ولی معرکه به سوال و جواب گذشت. با قول او از طرف کمیسیه 44 فراموز ایرگاشف و از جانب مقامات رهبر هیئت مفتشان جمشید میلیبویف صحبت کردند. جمشید میلیبویف درباره لاتوکوب شدن یاور دادستانی راشقلعه، گردهمایی ساکنان در خاروق و بریدن 61 نهال یادآور شد. اما نگرانی کمیسیه 44 از آن است که در مورد چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، توتیشو امیرشویف و گلنظر مرودبکوف و با جوابگری کشیدن عاملان مرگ آنها چیزی گفته نشده است. این نشست در حال برگزار شد که چند روز پیش جامعه شهروندی بدخشان در یک مراجعتنامه به دادستانی کل از بی‌پروایی مفتشان به مرگ 3 نفر ابراز نگرانی کرده بودند. تظاهرات در خاروق 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام بازداشت کشته شد. قرضهای کارخانه و تشکیلات‌های تاجیکستان تا اول سال جاری کم بیشتر از 60 میلیارد سومونی تشکیل می‌دهد. اژانسی آمار خبر داده است که این رقم قریب به اندازه 32% کمتر نسبت به نشان دهنده اول سال گذشته بوده است. قرض‌های به تأخیر افتاده در ساختار قرضی همگی به 2.3 میلیارد سومونی برابر بوده است. قرضدار نسبتاً زیادتر بین کارخانه‌های تاجیکستان شرکت برق تاجیک میباشد که قرض آن تا اول همین سال بیشتر از 32 میلیارد سومونی را تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع رسمی در کشور حدود 800 کارخانه با سرمایه دولتی به قید گرفته شده است که نسبتاً بزرگترینشان شرکت آلومینی تاجیک، جمعیت سهامی کشاده روغن، تاجیک تلکم، واحدهای برق تاجیک، تاجیک ترانسگاز، فرودگاه بین المللی دوشنبه، تاجیک ایر و سمنتی تاجیک می باشند. ضمناً آژانسی آمار خبر داده است که در 3 ماه اول امسال بیش از 7000 صاحبکار انفرادی در تاجیکستان فعالیتشان را با سبب‌های گوناگون قطع کردند. دادگاه در ویرجینیا یک جنگی گروه دولت اسلامی را برای نقشش در گروگانگیری شهروندان آمریکا گناهکار دانست. این حکم دادگاه را نزدیکان قربانیان جنایت‌های مدهش چون تنتنه عدالت خیلی مهم می‌شمارند. گزارشی صدای آمریکا را همکارم کیوم مرسیاتو تقدیم می‌کند. در یک دادگاه ویرجینیا محاکمه 2 هفته‌ای یک شهروند بریتانیا انجام یافت. او را برای گروگانگیری شهروندان آمریکا در سوریه عیبدار دانستند. الشریف الشیخ به حیث یک عضو گروه تندرو دولت اسلامی در گروگانگیری 26 کس دست داشته است. الشیخ همراه با چند شهروند دیگر بریتانیا به خاطر لهجه بریتانیاییشان به اصطلاح چون گروه بیتلز در حیات گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نام برآوردند. او و جنگجوی دیگر الکساندر کوتی سال 2018 بازداشت شده، سال 2020 برای محاکمه در دادگاه آمریکایی استرداد شدند.
کوته سال 2021 به گناهایش اعتراف کرد. روز 14 اپریل یک هیئت حکمان از شیخ را در صادر کردن 8 مورد جنایت هنگام گروگانگیری و کشتار ژورنالیستان آمریکایی و کارمندان سازمان امدادرسان گناهکار اعلان کرد. حکم او ماه اوگوست صادر می شود. ولی نزدیکان قربانیان از خلاصه های اخیر دادگاه استقبال کرده میگویند که حق به حقدار رسید. دیان فولی مادر جیمز فولی که سال 2012 گروگان گرفته شده بود دادگاه را خیلی مهم خواند. به نظر من ما باید برعکس عمل کنیم. این یک تفاوت کلان است. گروگان‌های بریتانیایی و آمریکایی چیزی نگرفتند. با آنها مثل حیوان رفتار شد. آنها را شکنجه کردند. نان ندادند و هیچ عدالتی ندیدند. مهم است که ما طرز رفتار انسان‌های مدنی را نشان دهیم. کارشناسان میگویند که از همین نظر نیز دادگاه اهمیت زیاد دارد. به جوابگری کشیدن آنهایی که در ربایش و کشتار فرزندان آنها دست دارند برای عائله‌های آمریکایی این قربانی‌ها خیلی مهم است. این پرونده نتیجه کار فعال این عائله‌ها و هم مبارزه آنها برای عدالت در حق فرزندانشان است. در حالت‌های خیلی کم شخصانی که در آدمربایی و کشتار دست دارند در کشور قربانی‌های خود محاکمه و مجازات می‌شوند. این دادگاه به نظر من هم برای آمریکایی‌ها و هم برای بیرون‌ها نشان می‌دهد که چگونه حکومت و مقامات آمریکایی آنهایی را به جوابگری می‌کشد که در مرگ آمریکایی‌ها در خارج به خصوص در چنین شرایط دهشتناک گناهکار هستند. روگان گفت که مرافعه دادگاهی الشیخ دستی ساختارهای حفظی حقوق امریکا را برای به جوابگری کشیدن خارجی‌های دیگری گناهکار در قتل و کشتار آمریکایی‌ها درازتر می‌کند. مصاحبان می‌گویند که امریکا باید برای تنتنه عدالت در دیگر پرونده‌ها نیز همکاری را با شریکانش ادامه دهد. باشگاه استقلالی تاجیکستان که دوری چهارم مسابقه گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب از تیم الهلال عربستان سعودی با حساب 0-3 شکست خورد. بعد 4 باخت پای هم شانسی به 8 فینال برآمدن را از دست داد. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمانان آسیا الهلال شب 19 به 20 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبان صورت گرفت و آنها به دروازه فوتبال بازان تاجیک 3 گل به جواب زدند. باید گفت که استقلال 3 روز پیش در این ورزشگاه در دور سوم مسابقه نیز از تیم الهلال با حساب 0-1 شکست خورده بود. به این ترتیب الهلال که در همه 4 بازیش پیروز شد در جدول گروه ا با 12 امتیاز جای اول را کسب کرده است. استقلال باشد بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 20 اپریل را فرا می گیرد. سالهای 1864 تا 1895 روسیه پادشاهی منطقه آسیای میانه امروزه را ضبط کرد که آن زمان در این قلمرو 3 دولتداری امارت بخارا، خانه قند و خانه خیوه حکمران بودند. اشغال این قلمروها ماه اپریل سال 1864 از تصرف شهر تاشکند شروع شد و تدریجاً تا به اشغال پامیر رسید. در دایره این اشغالگری‌هایش روسیه پادشاهی سال 1895 با انگلستان سازش امضا کرده بدخشان را به 2 تقسیم کرد. قلمروهای در ساحل‌های چپی رود پنج به افغانستان و ساحل‌های راستی بدخشان به بخارای زیر نظر روسیه گذشت. روسیه امروز هم آسیای میانه را منطقه زیر نفوذ خود می‌شمارد. با یک تشبث سازمان ملل متحد از سال 2010 20 اپریل چون روز زبان چینی تجلیل می شود. هدف از این سنه ترغیب فرهنگ آموزش و احترام به زبان است. 20 اپریل سال 1935 شاعر شناخته تاجیک مستان شیرعلی تولد شده است که در 53 سال عمرش 10 شعر و مجموعه نشر کرده است. مصرع‌های شعرش به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن به وطن است تا امروز از رادیو و تلویزیون صدا می‌دهد. قرب روبل روسی در برابر پول ملی سومونی از روزهای گذشته قریب که به تغییر باقی مانده است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی را از 140 تا 152 سومونی عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی برابر 1230 تا 1245 سومونی است. اما قربی رسمی مقرر کرده بانک ملی برای امروز 20 اپریل کمی تفاوت دارد. بیننده های عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. تشکر از شما که با ما هستید. مطلب های بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در این سراغ azadi.org پیگیری کنید. خیر.